20 نوامبر در ایالت فلوریدا مقامات بلندپایه آمریکا و اوکراین دور دیگری گفت و شنود را به پایان رساندند. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نشست را پرمحصول نامید و افزود که برای تهیه نقشه ختم جنگ روسیه در اوکراین همان تلاش‌های بیشتر ضرور است. ما یک جلسه خیلی پرمحصول دیگری را برپا نمودیم که پیشرفت‌های هفته گذشته در ژنو را ادامه می‌دهد. آنگونه که این صبح به شما گفتم مقصد ما ختم این جنگ است، ولی این چیز بیشتر از ختم جنگ است. ما نه فقط خواهان پایان جنگیم، بلکه می‌خواهیم که به اوکراین کمک کنیم تا همیشگی امن باشد و هرگز با اشغالگری دیگری روبرو نشود. برابر این و مهم این است که ما می‌خواهیم آنها به یک مرحله شکوفایی واقعی وارد شوند. روبیو در ادامه بدون آوردن نام روسیه گفت در این مذاکرات یک جانب دیگری هم برای ایجاد توازن وجود دارد. ما درباره موقع آنها هم فهمیش خوبی داریم، گفت روبیو. رستم امروف دبیر شورای امنیت اوکراین و رهبر هیئت کشورش در گفت و شنود فلوریدا نیز این مکالمه ها را پرمضمون و موفقیت آمیز نامید، ولی از شرح جزئیات خودداری کرد.